مداخلای بیرونی در وزارت داخله باید به صفر برسه. هر کدام از شما فارغ التحصیلا باید تنها بعد از این سر کفایتتان، سر اهلیتتان، سر مسئولیتتان و سر تعهدتان به خاک مقدس باید اتکا داشته باشین. پیشرفت یکیتان باید به یک معیار دیگه تعلق نداشته باشه. من میخوایم که تعهد کنم که پشتیبانی کامل مرا برای حمایتتان در تطبیق قانون دارید. چون اگر شما پشتیبان نداشته باشید، چطور دست ضعیفه بگیرید؟ چطور به بیوه رسیدگی کنید؟ چطور به یتیم رسیدگی کنید؟ در قانون ما مسلح غیر مسئول جای نداره. قاچاقبر پلیس تهدید کردن نمیتونه. دزد و رهزن پلیس فحش گفتن نمیتونه. همین گپ هست از خاطر حمایت برادر گلمیانی. حمایت مرا داریم، حمایت تمام دستگاه دولت داریم. در بدل حمایت ما از شما تأمین حقوق هموطنهای خود میخواهیم.